وحدت ملی اساس حیات آسایشته و زمینه تمام دستاورد و پیشروی ها است. آن را بقای دولتداری ملی جوهری هستی نیز می‌نامند. زیرا دستیابی به وحدت ملی جنگ شهروندی در کشور را خاتمه بخشیده به یک مرحله نوی دولتداری و رشد اقتصادی و اجتماعی شرایط فراهم آورد. کارشناسان مسائل سیاسی و تاریخی وحدت ملی را در تاریخ نوین کشور یک پدیده حیاتاً مهم ارزیابی می‌کنند. با اندیشه آنها محض وحدت متحدی تاجیکستان را از نابودی نجات داد و در تشکل غایه‌های ملی دولتداری، هویت و خودشناسی ملی زمینی استوار فراهم آورد. وحدت از ارزش‌های مقدس محسوب می‌شود که در برابر گرامی داشتن به حفظ و تحکیم همیشه نیاز دارد. خاصتاً در شرایط مرکب جهان امروزه حفظ این نعمت عالی اهمیت بزرگ داشته وظیفه کل جامعه به حساب می‌رود. اظهار می‌دارند تحلیلگران. بعد پاشخوری اتفاق شوروی سابق کشورهای آن استقلال خود را اعلام نمودند. تاجیکستان نیز 9 سپتامبر سال 1991 اعلامیه استقلال دولتی خود را قبول کرده به یک کشور صاحب اختیار تبدیل شد. استقلال هدیه آرمانی تاریخ به ملت تاجیک بود، اما این اهمیت را نه همه در وقتش درک کردند. این بود که سالهای اول استقلال برای ملت خیلی فاجعه بار آمد. پایه‌های دولتداری نو استقلال دولتی به خطر مواجه گردیدند. خطرهای زیاد از نتیجه های جنگ تحمیلی شهروندی به بار آمده بودند. یعنی خطرها بودند که یک پارچگی دولتی ما ویران می شود. چندین ساکنان کشور از سبب جنگ تحمیلی شهروندی خانه و در خود را ترک کرده رفتند. متخصصان، زیایان، حتی مقامات حفظ حقوق کشور وظیفه های خود را به طور ضروری اجرا کرده نتوانستند. مردم یک به تهلکه افتاده بودند که این خطرها رو در حال بعد برگزار شدن اجراسیه 16 شورای عالی و رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شدن محترم امام علی رحمان، قبول گردیدن کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان و به امضا رسیدن همین سازشنامه سنه 27 ایونی سال 1997 یک آهسته آهسته تمامی همین خطرهای از بین برد. خطر به جان آدم ها بود. گروه های سلاح به دست بودند که آنها نمیخواستند به قانون و ترتیبات دولتی اطاعت نمایند. بعد به امضا رسیدن سازشنامه با کوشش و تلاش های پیشوای معظم ملت، با عزم و اراده قوی خلق جمهوری تاجیکستان، آهسته آهسته تمامی همین دستاوردهای ما اگر به نظر کنیم، اگر اکثریت دستاوردهای امروز نایل شده ما پس از به امضا رسیدن همین سازشنامه به دست آمدند. جنگ شهروندی به سقوط دولتداری، ضعیفی پایه‌های قانونیت و حاکمیت باعث گردید. خطر پراکندگی ملت به نیستی رفتن دولتی تازه استقلال نزدیک بود. هدف گروه‌های منفعت‌خواه نیز همین بود که به یک پارچگی سرزمین لطمه زنند. تاجیکستان از خریطه جهانی ناپدید گردد، میگویند تحلیلگران و علاوه میکنند اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان که در شهر خوجند دایر شد یک قدم استوار گشت به حفظ استقلال دولتی و به وجود آوردن وحدت سرتاسری. متاسفانه سالهای اول صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان با بحران سیاسی جریان داشت و در مملکت تامین صلح و ثبات و وحدت کامل ملی از دوره برگزاری اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان آغاز می شود و
آغاز می شود و در جریان برگزاری اجلاس 16 حتی در پیشتاق قصر ارباب شعاری نوشته شده بود که مردم کشور، دپوتات‌های خلقی، مردم کشور به عقل و ذکاوت شما باوری دارد. واقعا هم مردم تاجیکستان از این اجلاسی بسیار امیدهای کلان داشتند و باوری کامل داشتند که من بعد در مملکت صلح و ثبات و آرامی پایدار می شود و اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان قدم‌های نخستین در راه استقلال کامل ملی و تامین صلح و ثبات و وحدت در کشور به حساب می رود. کارشناسان اهمیت بزرگ اجلاسی 16 شورای عالی را در انتخاب امام علی رحمان به حیث رئیس شورای عالی طرح‌ریزی نقشه‌های صلح و ثبات سیاسی به هم آوردن جانب‌های مقابل و برگردانیدن گریزگان به وطن ارزیابی می‌کنند. عملی شوی این نقشه‌ها ساده و آسان نبود. رسیدن به هدف وقت، مهمتر از همه خیرات، تلاش و مبارزه و حتی جانبازی‌های داشت. با کوشش و تلاش‌های بی‌واسطه سرور مملکت ما محترم امام علی رحمان، مذاکره‌های بین تاجیکان از ماه اپریل سال 1994 برگزار گردید که از 8 دوره عبارت است و بیش از 20 واخوری و ملاقات‌ها در کشورهای به ما همسایه دور و نزدیک برگزار گردید و نتیجه کوشش و تلاش‌های سرور مملکت ما پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان 27 ایون سال 1997 در شهر مسکو سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان به امضا رسید و به امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان این سند خیلی نادر تاریخی به حساب می رود، چون که از همین دوره سرکرده جنگ تحمیلی شهروندی با آخر رسید و در مملکت صلح و ثبات و وحدت ملی کامل ملی تامین گردید و سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان امکانیت‌های نو را برای جمهوری تاجیکستان کشاده داد. بعد اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در روند حیات سیاسی تاجیکستان دیگرگونی‌های سیاسی، دیگرگونی‌های مهم به وجود آمدند و امام علی رحمان برای برطرف کردن وضع سیاسی سنه 12 دکبر سال 1992 به خلق شریف کشور مراجعت کردند و قید کردند که برای برطرف کردن نزاع سیاسی به دبیر کلی سازمان ملل متحد مراجعت میکنند و سنه 20 دکبر همان سال به عنوان دبیر کلی سازمان ملل متحد برطرف کردن حالت نظامی و سیاسی که در آن دوره فضای کشور ما را فرا گرفته بود مراجعت کردند و بعد مراجعت پیشوای ملت توجه راهبریت سازمان ملل متحد به مسئله نزاع تاجیکان زیاد شد و از سال 1994 در بین حکومت و جانب نیروهای مخالفین کشور مذاکرات آغاز می شد و این مذاکرات بین تاجیکان از 21 دور مهم عبارت بود و این روند مذاکرات که از 3 زینه عبارت است. زینه بالایی یعنی واخوری سطح بالایی با اشتراک بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و دوره دوم این مذاکرات رسمی بود که هیئت‌های رسمی واخوری انجام می‌دادند و زینه سوم مذاکرات این واخوری هیئت‌ها به حساب می‌رفت. در عموم از سال 1994 تا سال 1997 21 واخوری جانب ها به وجود آمده است که این به واسطه برای حل نزاع سیاسی زمینه اساسی را گذاشت و سنه 27 ایون سال 1997 با تشبث به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در شهر مسکو فدراسیون روسیه سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسید. 27 ایون سال 1997 در شهر مسکو سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسید. تلاش و جانبازی‌های طولانی نتیجه داد. سازشنامه مذکور همچون حجت تقدیرساز ثبات سیاسی را در کشور فراهم آورد. وحدت ملی تنین انداز گردید. گریزه‌های اجباری دوباره به وطن برگشتند. حیات آسایشته برقرار و مرحله نوی دولتداری آغاز گردید.
تاریخ‌شناسان میگویند سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی اهمیت بزرگی تاریخی و سیاسی را دارد. وحدت ملی برای مردم تاجیک یک دستاورد نادر در دوران تاریخ استقلال دولتی به شمار می رود و 29 سال می شود که مردم کشور با بهره برداری از میوه های صلح و وحدت عمر به سر میبرند. واقعا هم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان معمار صلح و وحدت در تاجیکستان به شمار می روند و محض وحدت است که امروز مردم تاجیک به دستاوردهای زیاد در ساحه‌های مختلف حیات جامعه از جمله ساحه علم و معارف، فرهنگ، احیا کردن تاریخ کهن تاجیکان دستاوردهای زیاد نائل گردیدند. با گفته مورخان و سیاستشناسان وحدت ملی سرچشمه و عامل اصلی کل پیشروی‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و علمی است. تنها فضای آسوده امکان داد پیامدهای جنگی شهروندی برطرف و قدم به قدم رشد کشور را تامین سازد. رئیس آن وقته سازمان ملل متحد کوفی آنان با دولت‌هایی که جنگ‌های داخلی داشتند، جنگ‌های شهروندی داشتند، تجربه تاجیکستان رو همچون یک تجربه بهترین به هم آوردن ملت، به هم آوردن خلق‌های دولت‌های علاهیده پیشنهاد کرد و تا امروز سیاستمداران سطح جهانی این تجربه تاجیکان رو می‌آموزند و در عمل استفاده هم میبرند و محض همین وحدت ملی سرجمعی شهروندان کشور ما باعث گردید که قانونیت، ترتیبات حقوقی در جامعه برقرار گردد، ساختارهای گوناگون دولتی فونکسیاهای خود را به طور مشخص اجرا کردند. مردم کشور امروز همه در سایه انمین صلح و وحدت برای آبادانی وطن عزیزمون، برای تربیه نسل نورس کوشش های زیاد به خرج داده ایستادند که این همه میوه های استقلال است، میوه های وحدت ملی است. با اندیشه کارشناسان مرحله رشد تاجیکستان پس از سالهای 2000 آغاز گردیده است، ولی آن سالها کشور در بنبست قرار داشت. یکی از اقدام‌های بزرگ حکومت کشور رهایی یافتن از بنبست کمیونیکاسیونی محسوب می شود. این هدف عالی وحدت کامل، همبستگی مردم مناطق گوناگون کشور را به وجود آورد. به امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان سند خیلی مهم تاریخی به حساب می رود و با امضا نمودن سازشنامه مذکور در امکانیت‌های نو در رشد منبعد جمهوری تاجیکستان آغاز گردید و با آخر رسیدن جنگ تحمیلی شهروندی، تامین صلح و ثبات و وحدت ملی، امکانیت تطبیق اصلاحات از نوسازی و تطبیق برنامه‌های گوناگون استراتژی در همه ساحه‌های خواجگی خلق مملکت امکان پذیر گردید و در هم ساحه خواجگی قشلاق مملکت، هم در صنعت و هم در ساحه‌های مختلف خواجگی خلق مملکت با ابتکار و تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان اصلاحات ها عملی کرده شدند و این اصلاحات ها و ثمره وحدت ملی علاقه سال 2000 ثمره خودش داد. کوه و راه‌های مشکل گذر منطقه ها را از هم جدا می‌کردند. با اراده قوی، نقب‌ها
شاهراه‌ها بنیاد شدند. اکنون آنها ساکنان کنج و کنار کشور را به هم پیوسته دلها را نیز به یکدیگر نزدیک ساخت و در تحکیم وحدت مردمی زمینه گذاشت. با از نوسازی و تطبیق اصلاحات‌های گوناگون در همه ساحه‌های خواجگی خلق مملکت عملی کرده شدند. مثلا هنوز سال 1995 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اول 25,000 گکتار بعد 50,000 گکتار زمین به دهقانان تقسیم کرده شدند و به جای نظام کهنه اداره کنی در سمت خواجگی قشلاق، نظام نو اداره کنی تشکیل خواجگی‌های دهقانی، خواجگی‌های دهقانی فرمیری به راه مانده شدند و سرور مملکت به کدام کشورهایی که سفر می‌کردند بیشتر به جمهوری تاجیکستان وارد نمودن اینوستیسی‌های خارجی و در همکاری با کمپانی‌های بزرگ جهانی و دولت‌های پیشرفته جهانی تشکیل کارخانه‌های مشترک توجه مخصوص ظاهر می‌کردند و امروز اون نتیجه این سیاست هست که در جمهوری تاجیکستان کارخانه‌های عظیم مشترک فعالیت می‌برد و در جمهوری تاجیکستان به رشد صاحبکاری خرد و میانه توجه مخصوص ظاهر کرده می‌شود که در رشد اقتصادیات مملکت و خصوصا صنعت کنونی با سرعت کشور اهمیت کلان خودش دارد و اعلان گردیدن سال‌های 2022 سال‌های 2025 2026 همچون سالهای رشد صنعت برای تطبیق هدف چهارم عالی استراتژی مملکت اهمیت کلان خودش دارد و همین طریق با شرافت استقلال دولتی و مخصوصا وحدت ملی در جمهوری تاجیکستان اصلاحات و از نوسازی‌ها در همه ساحه‌های خواجگی خلق مملکت عملی شده ایستاده است و جمهوری تاجیکستان با شرافت همین تطبیق این استراتژی‌ها زینه به زینه به سطح‌های بلند رشد استراتژی رسیده ایستاده است. هدف دیگر استراتژی رسیدن به استقلالیت انرژتیکی بود. تطبیق این هدف در جامعه روحیه اتحاد و همدلی و همبستگی را به وجود آورد. مخصوصا در ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون جنبش مردمی به وجود آمد که از اتحاد خلق درک میداد. در زمان استقلال ده‌ها نیروگاه برقی آبی زیر ایستگاه و خطهای بلند شدت برقی ساخته تاجیکستان به استقلال انرژتیکی نزدیک است. مثلا در سمت رسیدن به استقلال انرژتیکی در جمهوری تاجیکستان لایحه‌های خیلی زیاد عملی کرده شدند و در دوره مذکور قریب 200 نیروگاه‌های خرد و بزرگ ساخته به استفاده داده شدند. نیروگاه‌های سنگدوده یا سنگدوده 2 از نو تجدید نمودن نیروگاه‌هایی که در عمل فعالیت داشتند و ساختمان عظیم عصر با اقدام‌های بی‌واسطه سروری مملکت نیروگاه برقی آبی راغون آغاز گردید و امروز ادامه یافته ایستاده است. سروری مملکت به این سمت توجه مخصوص ظاهر کردن و تاکید کرده شد که سال 2027 جمهوری تاجیکستان پوره به استقلال انرژتیکی میرسد. کارشناسان میگویند این دستاورد و کامیابی ها پیش از همه نتیجه همبستگی و اتحاد خلق مملکت است. زیرا محض وحدت، یکدیگر فهمی و سالمی محیط سیاسی مرحله رشد اقتصادی را فراهم آورد. با بنیاد کارخانه‌های خرد و بزرگ، اصلاحات ساحه کشاورزی، دستگیری صاحبکاری در اقتصاد ملی نیز گردش کلی به عمل آمد. سطح زندگی مردم کلاً تغییر یافت. باز یک مسئله دیگری که برای رشد استراتژی مملکت خیلی مهم بود و حکومت مملکت در این سمت توجه مخصوص ظاهر می‌کند، رهایی از بنبست کمونیکاسیونی به حساب می‌رود و در حل این مسئله در طول این دوره بسیار لایحه‌های دولتی عملی کرده شدند و راه‌ها، تونل‌ها، نقب‌ها، پول‌ها که در سطح هم داخل جمهوری و هم در سطح بین‌الخلقی به حساب می‌رفتند ساخته به استفاده داده شد و ساختمان نقب‌های
انضاب، استقلال، نقب شهرستان، نقب شهر یا که پل‌های عظیم در دریای پنج، بیش از 5 پل‌های عظیم یا که همین راه‌های اهمیت داخلی و بین‌الخلقی داشته در مملکت عملی کرده شد که برای رهایی از بنبست کمونیکاسیونی بسیار تدبیرهای مهم به حساب می‌رود. وحدت ملی به احیا و رشد معنوی مردم کشور نیز شرایط فراهم آورد. در برابر اقتصادی ملی، ساحه‌های علم و معارف و فرهنگ نیز به مرحله رشد وارد گردیدند. در سیاست دولتی، علم و معارف ساحه‌های افضلیت‌ناک اعلان شدند. بیش از 3000 مکتب بنیاد گردید. تعداد مؤسسه‌های عالی کسبی از 13 به 41 عدد رسید. جهت بلند برداشتن معنویات، خودشناسی و خودآگاهی جامعه نیز تدبیرهای هدفرس عملی گردیدند. بزرگداشت شخصیت‌های برجسته، تجلیل سالگرد شهرهای قدیمه، احیای تاریخ نیاگان در تحکیم هویت ملی، شناخت نیاکان و معرفی ملت نقش بزرگ داشتند. با تشبوسی بواسطه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان بعدی به دست آوردن وحدت ملی یک اقدام‌های نیک و بزرگ در سمت ارج‌گذاری به خدمت‌های بزرگان ملت، تجلیل 1100 سالگی دولت سامانیان، 2500 سالگی شهر باستانی استروشن، 2700 سالگی شهر کولوب و چندین بزرگانی به مانند ابو حنیفه نعمان ابن ثابت، جلال الدین بلخی، دیگر بزرگان ملت را ارج‌گذاری کردیم و توسط این ما توانستیم در شرایط بحران جهانی شوی برخورد تمدن ها ما توانستیم تاریخ خود، فرهنگ خود را حفظ نماییم، گرامی داریم و مردم تاجیک را در پایه همین اقدام ها سرجم نموده در راه مستحکم کردن پایه های دولتداری ملی امان کارهای زیاد و سامان رسانیده شد. در روند تحکیم معنویت من بعد اقدام‌های بزرگ، آزمون‌ها، چاپ شاه اثر تاجیکان و شاهنامه و فهرست یونسکو، وارد نمودن نامگوی زیاد یادگاری‌های تاریخی و میراث نیاکان روی کار آمدند. کارشناسان خلاصه می‌کنند ثمره وحدت فراتر از آرامی و ثبات است. آن همچون پایدیوار پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقشی بزرگ دارد. وحدت و همدیگر فهمی در فضای کشور ما به یک امر واقعی تبدیل یافته است و به واسطه تحت راهنمایی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امروز ما در حال آسایشتگی و امن و آسایش زندگی داریم و مردم تاجیک شکرگزاری از نعمت استقلالیت و وحدت ملی امروز متحد هستند و خود پیشوای ملت هم در هر برآمد خود قید میکنند که ما یراق یدرایی یعنی هسته‌ای نداریم، لیکن متحدی ما این بهتر از همون یراق یدرایی است، یعنی که وحدت ملی این عامل متحده خلق است و امروز ما در فضای بسیار یک آرام و آسایش در فضای صلح و وحدت همدیگر فهمی قرار داریم که این نشانه از همون سازشنامه صلح است و به واسطه در سرگه آن همین گوییم که وحدت و همدیگر فهمی به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار دارد. امروز تاجیکستان در عرصه بین الملل همچون کشوری صلح‌خواه و تشبثکار اعتراف شده است. با گفته این مورخان خلق تاجیک ازلاً وحدت آفر و صلح‌خواه است. این ارزش در سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان نیز موقع و جایگاهی خاص دارد. این سیاست در زمینه فرهنگ خاصی تحمل پذیری اساس یافته است و در محور آن انسان پروری و انسان دوستی قرار می‌گیرد. در زمان استقلال 18 مراتبه قانون درباره عفو تطبیق گردید. در عرفه جشن وحدت ملی نیز این تشبث انسان پرورانه عملی شد. انمی قبول گردیدن قانون
ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв ки бахшида ба 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон маҷлиси олии кишвар қабул намуд ва пешвои миллат низ ба қонуни мазкур имзо гузоштанд. ин тамоми мардуми кишварро шод гардонид, чунки анамо зиёда аз 18,000 одамоне ки бо хатоҳои гуногун бо содир намудани ҷиноят дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ ҳастанд ё ки дигар намудҳои ҷазои бидуни маҳрум кардан аз озодиро иҷро карда истодаанд, ба онҳо давлат имконият медиҳад ки гуноҳи худро дуруст дарк намоянд, ба назди зану фарзандони худ рафта барои пешрафти зиндагии худашон соҳаҳои хоҷагии халқ хизмат намоянд. коршиносон мегӯянд раванди ҷаҳонишавӣ ва вазъи мураккаби геополитикӣ тақозо мекунад ки беш аз ҳар вақта дар андешаи ҳифзу таҳкими истиқлолу ваҳдати миллӣ бошем. яке аз хатарҳои бузурги ин раванд осебпазир гардидани ҳуввияти миллӣ мебошад. дар чунин ҳол маҳз ваҳдати миллӣ чун унсури муттаҳидсоз нақши муҳим мебозад. ҷаҳоне ки имрӯз тамоми инсоният дар як фазои гӯем ки омехтагии тамаддунҳо қарор доранд, таҳкими ваҳдати миллӣ метавонад ки барои рушду нумӯи на танҳо як давлат балки минтақа ва ҷаҳон саҳмгузор бошад. ва пешвои миллатам қайд мекунанд ки ана ҳамин имзои созишнома ин нуқтаи охирони таҳкими ваҳдат нест. мо ҳарчи бештар бояд кӯшиш кунем ки анамин сулҳ ва ваҳдати миллӣ на танҳо дар дохили кишвар балки дар байни кишварҳои ҳам минтақа ва ҷаҳон пойдор бошад ва пешвои миллат пайваста дар баромадҳои худшон аз минбари созмонҳои байналхалқӣ ҳам қайд мекунанд ки бояд ки тамоми инсоният дар ҳоли ваҳдату якдигарфаҳмӣ бошанд ва анҳамин хатарҳои гӯем ки имрӯзае ки ҷаҳонро фаро гирифтааст аз ҷумла терроризм ва экстремизм ва гӯем ки дигар амалҳои тундгароёна ки мардумро ба ваҳшу яъне ки бефаҳмӣ фаро мегиранд, пешвои миллат қайд мекунанд ки танҳо ваҳдат ва ҳамдигарфаҳмӣ метавонад ки инсониятро аз ҳамин гуна хатарҳо эмин нигоҳ дорад. ҳифзи сулҳ ва суботи сиёсӣ омили асосии зиндагии пурфайзу босаодат, рушди ҳамаҷониба ва пешрафти рӯзафзун аст. аз ин рӯ он аз ҳар фарди ҷомеа масъулият металабад.